لعنتی ها کجا گم شدند؟ برای چی نترکاندی ابله؟ آتش اکنون حاضر میترکونیم. تو هم نخور. ناگفتنم آمد. ما سرژان فیض‌الله آلتین پرمک می باشم. دودرک من آلتین پرک اوستای ترکش ها. انا تمام. بله تمام. فهمیدم. ما میبرویم. اینجا تمام. بیایید میبرویم. من گفتم که خوب میترکاند. راه گرد جان، راه گرد. باجا این رو بینید. قماندان این خریطه همینجا نیست مگر؟ چون این جای بسیار است. مادامی که ما اینجاییم بیاد همه آنها رو نابود میکنیم. خوب به بیرون میبرویم. کشلی تو خریطه رو گیر. همه خوبید؟ خوبیم قماندان. که همه این تمام شده باشد دیگر مدار ندارم. طاقت کن ایلین. التماس طاقت کن. این مسئله ناموس است. آنها هنوز اینجایند. آنها رو نیافته هیچ جا نمی رویم. عیناً همین خیل. آنها همین قدر بودند. هیچ فهمیده نمی شود. آنها خوب پنهان شده اند. از هر کجا پیدا شدنشان ممکن. خوب ما رو گوش کنید. مادامی که اینجاییم ما باید برای با پیش حرکت کردن تانک‌هایمان شرایط فراهم سازیم. خوب هر کجا که قماندان گوید برفتن آماده ایم. همش با نوبت. نخست همه جای را خوب فهمیدن لازم. شاید راه های زیری زمینی باشد و آنجا پر از بمب باشد. ما باید احتیاط شویم. اول مسئله تانک‌ها را باید حل کرد. تنها همین سنایپریست نمی رسید. یگان کس سرش را نبردارد. از کنجی ساعت 11 آمد. دیده می توانید؟ چیزی را دیده نمی شود. ناعیان دیده نمی شود. آنها زیر نظارت من هستند. خوب بازی کردید بس است. سرشان رو بردارن کشید آنها را. خواطر نشوید. این به عهده من. این کار از حد زیاد طول کشید. امیدوارم که او این کار را حل میکند. خواطر نشوید خوجاین. او تیراندازی با مهارت است. از همه بهترین حل میکند. عالی. فوراً آغاز کنید. اشتباه را نمیخواهم. این عملیات برای مدوزه بسیار با ارزش است. آغاز کردند. حاضر آغاز میکنند. درمان تو هم آماده شو. وقتش در رسید. خوب شده است خوجاین. کم مانده از جناب آتش.